روز بخیر دوستان مهربان. السلام علیکم و رحمت الله. روز جمعه بر هر یک قدم شما مبارک. اینا لیله و اینا الیه راجعون. دوستان میبخشه خبرای ناخوش میتیم کانال ما خیلی پست بعد بخرسند یادم خفا در حق امیدجان دعاگو باشه. دوستان مهربان، یک برادر ما گذشته شده در مورگ خیمکیه. من از اولیت شما نویسم. خواهش میکنم از هر یک قدم شما به خاطر خدا به خاطر این برادر یک لایک یک کامنتر داخش دعا کنه پروردگار جوش جنت کنه. و همین صورتی که میبینه ما صاحبای همه کوفته هستیم. رقم که حاج قاسمی که همه وقت در خدمت مردم مسلمان و مرده ها هست روی میکنه در مورگ خیم که همین مرده التماس صاحبش در گجای بوشه بروی یا که در همین مسکو گورش میکنیم یا که شاید اگر که نه وان صاحبش شاید بسوزونانش. خواهش میکنم از هر یک قدم شما ماکسیمال همین ویدیو را پاک کنید، بلاگ رو ببینید، ثوابش است کنید. من نه رکلام میزنم نه یگان چی در همین فی سبیل الله به خاطر این برادر است. در همین 10 سحر روز با وقتی مسکو ساعت 10 با ما ساعت 12 میشوه. التماس خواهش میکنم در حقش امروز جمع خدمت که میبینید دعا کنه خدا رحمت و مغفرت کنه. همینجا آدرسش ای شهر اسفاره بوده، همه کس نامش امید جان ای اسفاره. التماس برادران اسفاره پانش کنه. شاید یگان قشلاق رایون من نمیدونم از کجای. التماس ویدیو را پاک کنه. خداوند حفظ کنه. رحمت برای همه دستگیری تا همه تا به خاطر الله دوست می‌دارم. در حق این امید جان ما دعا باشه. امروز جمعه که ان شاء الله قریب ماده ان شاء الله میبریم. خداوند حفظ کنه. من همه تا دوست می‌دارم. خیتیره و شما را دوست می‌دارم. مگر شما که نباشه چی میگم با اینترس میگن جنگل به هر چیز نمیشه. که پس نگم. خدا همه ما رو برای رسید هدایت کنه. همه تا به خاطر الله دوست می‌دارم. التماس ویدیو را پاک کنید. صاحبش کدام باشه به رقم اکه حاج قاسم زنگ بزنید. خدا